خانواده سید قیام الدین غازی میگویند این روحانی معروفی در سالهای 90 دو روز پیش هنگام سفرش به شهر سنت پترزبورگ روسیه بی‌درک شد و از سرنوشتش نگرانند. رجب گل مسلمان و همسر سید قیام الدین غازی روز 22 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بار آخر شب دوشنبه گذشته با او تماس داشتند. قبلا یک پایگاه مخالفین تاجیک در خارج نوشت که سید قیام الدین غازی در روسیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد گردیده است، اما تا به حال مقامات تاجیکستان در این باره حرفی نگفته خبر را تصدیق یا رد نکردند. رجب گل مسلمان و همسر سید قیام الدین غازی گفت همسرش بار آخر شب 20 و 21 نوامبر تخمینا ساعت‌های 12 شب به وقت سنت پترزبورگ از فرودگاه به پسرش برکت الله که در روسیه زندگی میکند زنگ زده است. او گفت مرا به تاجیکستان اخراج کردند. از این صحبت کوتاه پدر و پسر آنها فهمیدند که او را به خوجند میبرند و وقتی به امید پیشوازی او به فرودگاه رفتند همه مسافران بیرون شده ولی سید قیام الدین غازی را ندیدند. طبق اطلاعی که فرزندان در فرودگاه خوجند دریافتند وضع سلامتی قیام الدین غازی در هواپیما بد شده او را از فرودگاه توسط ماشین یاری تجلی به نزد پزشک بردند. رجب گل مسلمان و به سوال رادیوی آزادی درباره هدفهای سفر همسرش به ایران گفت تنها برای طبابت خود و فرزندش رفته بود و اصلا آنجا زندگی دائمی نداشت. طبق اطلاع وبسایت پیام قیام الدین غازی زمانی که طریق استانبول از ایران به روسیه برمیگشت از جانب نیروهای امنیتی روسیه در شهر سنت پترزبورگ بازداشت شده به تاجیکستان استرداد شده است. مقامات تاجیکستان تا حال قضیه را شرح نمیدهند. قیام الدین غازی یا ایشان سید قیام الدین غازی از روحانیان شناخته سالهای 90 و یکی از اشتراکداران فعال میدان شهیدان در دوشنبه بود. سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان قیام الدین غازی به افغانستان گریزه شده در هیئت اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک فعالیت کرد. با امضای سازشنامه صلح قیام الدین غازی به وطن برگشت و عضو زیرکمیسیون حقوق کمیسیون آشتی ملی بود. تا قطع فعالیت کمیسیون آشتی ملی در این وظیفه کار کرد و برای خدمتش در تطبیق سازشنامه صلح از حکومت تاجیکستان با اردن شرف قدردانی شده است. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.